در آیت چنین آمده است: الله تعالی آنان را دوست می‌دارد و آنها نیز او تعالی را دوست می‌دارند. سوره مائده آیه 54. خداوند دوستدار محبت خود را نسبت مؤمنان اینجا چنین ابراز نموده گفته است: الله آنان را دوست می‌دارد. این مرتبه والا و این مقام شرف نصیب هر مؤمن راستین است. با شنیدن این ندای قدسی مؤمن خود را زیر باران رحمت خداوند احساس می‌کند. سکینت و آرامی وجود او را فرا می‌گیرد. چرا چنین نشود؟ چرا این حس والای او را فرا نگیرد؟ در حالی که او را خود خدای عالمیان، آفریدگار آسمان و زمین، پیدا کننده همه هستی او را دوست می داشته است و از دوستداری خود در کتاب برحق قرآن عظیم الشأن خبر داده است. چرا چنین نباشد در حالی که خواجه نسبت بنده خود اظهار محبت دارد؟ عادتاً از طرف خواجه نسبت بنده چنین مناسبت دیده نمی شود. اما خواجه همه خواجه ها، خداوند آسمان و زمین، قدر مؤمن را چنین بالا برده است که محبت خود را نسبت او ارزانی داشته است. این باعث افتخار است، زیرا بنده خواجه دارد، نه تنها رازق و خالق و نگهبان، بلکه دوستدار او نیز هست. این محبت البته محبت متقابل است، هم از طرف خواجه به بنده و هم از طرف بنده نسبت خواجه. قدر این دوستی را تنها آنان احساس می‌کنند که لذت معرفت و ایمان را چشیده باشند. این بزرگترین نعمت است که خداوند برای بنده اش انعام می‌کند. در دل بنده، در نهاد بنده، در وجود بنده، در هر قطره خون بنده محبت او جای گرفته و این محبت او را و اعمال او را و اندیشه او را درست می سازد. از این است که بنده لذت نماز، لذت زکات، لذت روزه‌داری، لذت ذکر و غیر از عبادت ها را احساس می کند. اما ای بنده مؤمن، برایت مژده، اگر مؤمن راستین هستی، خداوند گواه شده است که تو او را دوست می داری. مگر از این دیده گواهی بزرگتری هست؟ خوشا به حالت ای مؤمن، خدایت اعلان نموده که من و بندگان مؤمنم دوستدار همدیگریم. خدا مسئله های بزرگی دارد، ولی اینجا برای توضیح این مسئله یک مثال می آوریم. اگر انسان نسبت انسان دیگر محبت ورزد، به چه کارهای قادر است؟ قدرت انسان محدود است، لکن در دایره توان خود همه کار را برای محبوبش انجام می دهد. هر چی دارد برای او می بخشد. راحت او را، شادی او را، از بدی ها دور بودن او را می خواهد. اکنون ای بنده تصور نما که آن ذاتی که تو را دوست می دارد قدرتش به انتها، اراده اش گذرا، خزینه های آسمان و زمین در دستش است. او تعالی کریم و مهربان است.